با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره نقش چهاربینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه وسه و پیشنهاد جماعت دهاتی به نام میرزاعلی وایسف در دهه زرکاران کارهای منفرش نمودن راههای محلی شروع گردیدند. این اقدام سخاوتمندانه با تشبث و مبلغ‌گذاری ساکنان دهه عملی گردیده گواهی فعالناکی بلند ساکنان در اشتراک در کارهای آبادانی به حساب می‌رود. طبق دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، ما ساکنان دهه زرکاران جماعت دهات میرزاعلی وایسف ناحیه واسه تصمیم گرفتیم که همین راهی بین دهه ما را تا مکتب رقم 65 به نام قاسم نظر همین راهی بین دهه را سنگفرش کردیم. بعد از سنگفرش کردن ما تصمیم گرفته بودیم که آن را حتما منفرش بکنیم و امروز که با دستگیری ساکنان دهه زرکاران و صاحبکاران دهه‌مان خب همین معرکه را ما گذرانده ایستادیم و منفرش کردن همین دهه را سر کردیم و البته این به اتمام میرسد. در آینده نیز ما کوشش میکنیم که همین دهه‌مان را آباد زیبا گردانیم و تاجیکستان عزیز را در جبهه جهانی آبرومند گردانیم. طبق نقشه ساختمانی کارهای ساختمانی منفرش نمودن راههای محلی در این دهه در نوبت اول از شاهراه تا مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 دهه در نظر است. یادآور شدن به مورد است که بنای این مؤسسه تعلیمی عبارت از دو آشانه با 10 صنفخانه سال 2017 با مبلغ گذاری صاحبکار وطنی زنده یاد نظر قاسمов ساخته شده امروز در آن خوانندگان دهه تحصیل می نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.